خب این مقاله در مورد ترکیب 2 تا مفهوم مهم مدل سازی پاور بی آی داره صحبت می‌کنه، یعنی روابط غیر فعال و رو لول سکیوریتی یا همون RLS. درک و پیاده‌سازی هر کدوم از این مفاهیم به تنهایی ساده است و چالش خاصی برامون ایجاد نمی‌کنه، ولی وقتی که این 2 تا با هم دیگه ترکیب میشن ممکنه که تا حدودی مدلمون رو دچار چالش بکنه که نیاز هستش که این مشکل رو پیدا بکنیم و راه حلاش رو توی این مقاله بهمون ارائه میده و میتونیم از بین این راه حلا بهینه‌ترینش رو انتخاب بکنیم. در ابتدا یه یادآوری داشته باشیم از هر کدوم از این مفاهیم. مفهوم ریلیشن توی مدل سازی در واقع نحوه اتصال داده ها بین 2 تا جدول توی مدل رو مشخص میکنه و مهمترین کاری که میکنه اینه که فیلترها از طریق این ریلیشن ها بین جداول انتشار داده میشن توی مدل. و توی یک مدل پاور بی آی میتونه بین 2 تا جدول میتونه یک یا چند تا ریلیشن وجود داشته باشه، ولی باید اینو در نظر داشته باشیم که وقتی که چند تا ریلیشن بین 2 تا جدول وجود داره فقط یکی از اونها در آن واحد میتونه که فعال باشه. مثلا توی این مدل 2 تا جدول داریم، یکی جدول سیلز و یکی هم جدول دیم دیت که بین اینها 2 تا ریلیشن برقرار شده. دیم دیت میتونه جدول فروشمون رو بر اساس اوردر دیت و یا دلیوری دیت تحلیل بکنه و فقط یکی از این روابط میتونه که فعال باشه. این رابطه‌ای که اکتیو هست به چه معناست؟ به این معناست که موتور دکس به طور پیش‌فرض برای محاسباتش و انتشار فیلتر از این ریلیشن استفاده میکنه. یعنی اگر ما یه مژری بنویسیم که بخوایم داده‌های فروشمون رو تحلیل بکنیم و فقط مجموع فروش رو بخوایم محاسبه بکنیم، خود دکس میاد از این ریلیشن استفاده میکنه و تاریخ سفارش اون خرید یا فروش رو به عنوان مبنا برای فیلترش قرار میده تا جایی که ما بخوایم از این ریلیشن استفاده بکنیم و از توابع خاصی استفاده بکنیم توی مژرمون که به موتور دکس بفهمونیم که این ریلیشن غیر فعال رو به عنوان مبنا قرار بده. مثلا اینجا ما وقتی که میخوایم یه مژر مینویسیم که فروش رو بیاد محاسبه بکنه و توی این هیچ اشاره نکردیم که از کدوم ریلیشن استفاده بکنه و فیلتر کانتکسی که توی این ماتریس اعمال میشه بر اساس همون اوردر دیت هستش که توی ریلیشن فعالمون وجود داره. ولی ما اگر بخوایم که از دلیوری دیت استفاده بکنیم، یعنی فیلتر کانتکستمون رو به دلیوری دیت تغییر بدیم، باید حتما توی مژرمون از تابع یوز ریلیشنشیپ استفاده بکنیم که بیاد این ریلیشن غیر اکتیومون رو اکتیو بکنه و محاسبات رو بر اساس اون حساب بکنه. پس وقتی که اینو توی ماتریس میندازیم میبینیم که حالا دیگه مجموع فروش بر اساس دلیوری دیت محاسبه شدن. یعنی اگر بخوایم خیلی ساده بگیم تو سال 2017 بر اساس اوردر دیت 3 میلیون سفارش داشتیم ولی 2,299,000 تاشون دلیور شدن. اوردرشون 3 میلیون بوده ولی دلیوریشون 2,299 بود. خب و اینم توی این ماتریس در نظر داشته باشین که توی سال 2020 هیچ اوردری گذاشته نشده ولی دلیوری یه سری از دلیوری‌های 2019 توی 2020 انجام شدن. یه سری سفارشایی که تو 2019 انجام شده تو 2020 دلیور شدن، تحویل شدن. مفهوم بعدی مفهوم RLS هست که RLS خودش یه قابلیت توی پاور بی آی هست که به هر کاربر اجازه میده که فقط رکوردهایی که مرتبط به خودش هست رو ببینه. یعنی همه کاربرای ما از یه مدل داده استفاده میکنن، از یه گزارش استفاده میکنن، ولی محدودیت دسترسی دارن. یعنی کسی که یه مثال ساده، کسی که مدیر فروش کل استان‌ها هست، کل ایران هست، میتونه به دیتای همه استان‌ها دسترسی داشته باشه و اون کسی که فقط مدیر فروش تهران هست فقط دیتای تهران رو میتونه ببینه. من مراحل پیاده سازیشو به طور تئوری یه بار میگم و بعدم یه بار عملی هم میبینیمشون. کلا پیاده سازی RLS از طریق ایجاد رول ها انجام میشه. یعنی یه رولی رو ما تعریف میکنیم و در مرحله بعد باید شرط دسترسی رو مشخص بکنیم برای دیتا مدلمون
و بعد از اون بیایم قانون امنیتی رو بذاریم و دیگه از اینجا به بعدش رو انتشار فیلترها توی مدل هندل میکنه. توی این مثال میخوایم دسترسی رو بر اساس سالها به کاربرهامون بدیم. اینجا 3 تا یوزر معرفی کردیم، تعریف کردیم. یوزرها به این صورت هستن و هر کدوم از این یوزرها مشخصه که به دیتای کدوم سالها دسترسی دارن. خب مدلش هم به این صورت هستش که جدول یوزر ابتدا فیلتر میشه و میاد سالها رو فیلتر میکنه و از طریق این ریلیشن حالا چند به چند و محدود سالها فیلتر میشن و بعدش فروش. خب برای پیاده سازیش از تب مدلینگ وارد منیج رول میشیم. یه دونه رول ایجاد میکنیم به اسم RLS و شرط دسترسیمون رو هم میخوایم روی جدول یوزرز بذاریم. اینجا باید قانون امنیتیمون رو که خودش هم یه نوع شرط هست اعمال بکنیم. وقتی که این شرط رو مینویسیم دیگه بر اساس مدل دادمون سطح دسترسی ها اعمال میشن. همونجوری که قبلا هم دیدیم، همونجوری که تو مدل داده مشخص هست، هر یوزری که وارد گزارش میشه یوزرش مشخص میشه بر اساس یوزری که داره یوزر آیدیش مشخص میشه و این یوزر آیدی جدول یوزر یرز رو فیلتر میکنه و سالهایی که اون یوزر بهش دسترسی دارن اینجا فیلتر میشه و این فیلتر منتقل میشه به دیم دیتمون که دیت رو یر رو بر اساس این یر فیلتر میکنه و در نهایت از طریق ریلیشن فعالمون این فیلتر به جدول سیلز هم انتقال پیدا میکنه. خب ما اگر که بخوایم فقط سیلز اماونت رو بررسی بکنیم حالا برای تست این RLSی که نوشتیم میایم از ویو از استفاده میکنیم، میگیم که یه یوزر دیگه ای رو میخوایم تست بکنیم و رول RLS رو هم میخوایم تستش بکنیم. اگر با این یوزر وارد گزارش بشیم میبینیم که سالهایی که برامون نمایش داده میشه فقط 2017 و 2018 است، همونجوری که تو جدول یوزر سیلز مشخص بود و فقط سالهایی که این یوزر دسترسی داره رو دیتا نمایش داده میشه. همینجا اگر که ما بخوایم از همون مژر قبلی که داشتیم استفاده بکنیم، یعنی بخوایم که نه بر اساس اوردر دیت و بر اساس دلیوری دیت بیایم دیتا رو ببینیم، الان اگر از این مژر هم توی ماتریسمون استفاده کنیم مدل به خطا میخوره و خطایی هم که میده اینه که به صراحت اعلام میکنه که یوز ریلیشنشیپ و تابع کلاس فیلتر نمیتونن همزمان با رو لول سکیوریتی استفاده بشن، چون ما توی این مژرمون از یوز ریلیشنشیپ استفاده کرده بودیم که در واقع اومده یه دور زدیم دیگه محدودیتایی که وجود دارن و مدل دادمون انتشار فیلترها بر اساس رابطه فعال هست و ما میخوایم این رابطه رو دور بزنیم و با یوز ریلیشنشیپ از رابطه غیر فعالمون برای فیلتر کردن استفاده بکنیم. خب این به خاطر دلایل امنیتی موتور دکس این اجازه رو به ما نمیده. حالا برای حلش خب توی پیام خطا مشخص بودش که فقط از یوز ریلیشنشیپ و کلاس فیلتر نمیتونیم استفاده کنیم. پس میایم ما برای اینکه این محدودیت رو دور بزنیم از تابع تریت از استفاده میکنیم. یعنی میایم همون سیلز اماونت رو محاسبه میکنیم توی کلکیولیت، ولی این بار میایم مژرمون رو به این صورت مینویسیم که سیلز اماونت رو حساب میکنیم ولی فیلتر رو تغییر میدیم. یعنی میایم میگیم که همه دیت هایی که الان توی ماتریسمون وجود دارن رو به عنوان فیلتر روی جدول سیلز اعمال بکن و از ستون دلیوری دیت هم استفاده بکن. وقتی که این مژر رو می‌نویسیم و توی ماتریسمون استفاده می‌کنیم، حالا دیگه میتونیم بدون خطا نتیجه محاسباتمون رو ببینیم. خب توی این مژری که نوشتیم باید حتما به این آل نوشته شده یه دقتی بکنیم. اگر این آل رو برداریم به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ اشتراک بین اون دیت میگیره و این دیت تریتز میگیره. اون موقع فیلتر سال 2018 میشه اونهایی که سفارششون 2018 بوده و دلیوریشون هم 2018 بود، یعنی هر دو تا شرط رو باید داشته باشن. یعنی همون چیزی که از ریلیشن اومده و هم چیزی که از تریتز اومده مدلمون کاملا مشخصه. اینجا یک بار از
ریلیشن فعالمون اوردر دیت میاد فیلتر میشه و در نهایت یعنی قبل از اینکه مژر بخواد حساب بشه این مدل انتشار فیلترها رو انجام داده و حالا وقتی که مژر میخواد محاسبه بشه اون فیلتر رو هم داره میبینه. ما باید حتما از یه آل استفاده بکنیم که دیگه اون فیلتر تأثیری نداشته باشه. اون فیلتر یعنی فیلتر ریلیشن.